هیچ وقت برای باز شدن مجدد در کابین آسانسور از دستتون، پاتون و یا اعضای بدنتون استفاده نکنید. حادثه ناگواری که امروز برای یکی از شهروندانمون رخ داد، این بنده خدا لای در میمونه، کابین حرکت میکنه و دچار قطع عضو میشه. آسانسور به مرور زمان مسلک میشه، تامین نگهداری اصولی هم که روش انجام نشه. این چشمی ها امکان داره موقعی که شما از دستتون یا پاتون استفاده میکنید برای باز شدن مجدد در عمل نکنه، خطا بده و کابین حرکت بکنه. مطمئنا شما دچار قطع عضو میشید و یا حوادث ناگوارتری براتون رخ میده. خواهش میکنم به این دو تا نکته دقت داشته باشید. موقعی که داخل کابین هستید، در داره بسته میشه، دکمه رو که فلش به سمت بیرون هست رو بزنید، در به سرعت باز میشه. چندین بار این کارو بکنید انجام میشه. موقعی هم که بیرون هستید، این دکمه رو بزنید، در باز میشه. دیگه نیازی نیست از اعضای بدنتون برای باز شدن در کابین استفاده بکنید. حتما به کودکانتون آموزش بدید. ایمن باشید. خدا نگهدار.